تقریبا 3 سال پیش با نعیمجانی سیدعلی یک صحبت انجام داده بودیم و در آن صحبت بحث و مناظره نعیمجانی سیدعلی رو با سراینده مطرح حنیفه قربانова با چالش کشیدیم. سوال‌های خیلی زیادی پرسیدیم، پاسخ‌های خیلی عمیقی گرفتیم از نعیمجان. اینک 3 سال گذشت. نعیمجان رو باز دعوت کردیم به برنامه ناگفته ها. من سلام میگویم به شما نازنین های من، دوستان گرامی قدر، و سلام شما رو به نعیمجان میرسونم. درود نعیمجان. سلام علیکم. سلام شما به همه سامانه شما میرسونم، به همه مخلصا، به همه برادرایی که ما را تماشا دارن. برنامه را از تالاری میبیلی الفیمو واقع در شهر دوشنبه کوچه بخارا 3234 منظور شما میگردانیم و سوال نخستینی من چنین است: اون بحث و مناظره شما را با حنیفه سراینده خیلی نامدار به چالش کشیدیم. بعد از این باز چگونه بحث و مناظره ها و چگونه حادثه ها در حیات شما به وقوع پیوست؟ حیات خودش یک چیز بوده که ارزو کی فقط این بحث میشده و باید سرخم نشی و مهنت کنی، فقط با پیش باشی، با پیش مبارزه بود. بله. حادثه های بحث برانگیز، حادثه های جالبی که مثلا حاضر بیننده های ما میگن که ارزوی سویف چی میپرسیده باشد از نعیمجان سیدعلی. ایوای سال دیگه بحثم بگیم بحثم نشده بود بحث خطی کی باشه؟ گویی نمیدونید. من میدونم باور که من وقتی که برنامه شما میام غمم بگیره روز شهیدین میگه اکما چخه جواب دادم در از یک پلوس میگه او سخنه رو ایدهنی ما چخه چین گیری اکای ارزو با هم خاطی چیزی باشه شما بگین من روی روشات گفتن میگیرم اکا. من نمیخواهم که مجبور کنم شما رو. بیایید درباره حادثه های پرسر و صداترین و پرآوازه ترینی که گذشتن در دوام این 3 سال حرف میزنیم. یک بحث فقط سال 2019 من کمک قراردادشدگی بدم، بحث بالای همه بود. شکرانه خدا من ای وضعیت برآمدم، حاضی همش خوبه. از کی قرضدار بودید؟ ای همه. با چی خاطر؟ آدم در حیات خطا میکنه، اشتباه میکنه. نکی وقتی که حرکت داری، در خودت باوری داری، همش پشت سر میشته. که ارزو مثلا همه ما در چنین حالت افتاده ایم. بله. و خوش به حال اون کسی که اقرار می شود که آره من در این حالت بودم و من نیز بودم. من نیز زمانی بود که مجبور بودم قرض بگیرم. این به سر هر کس می آید و هیچ جای خجالت کشیدن و شرم داشتن نیست. من درستی گوه که ارزو 1 میلیون سومون قرض داشتم. در نظر من خیلی نبود که 1 میلیون سومون واه باشه. در نظر من واه هست. در نظر من نبود. دیگرها دا بگیم کم ترک واه بود. خیلی من بعد یک کاری کردیم، من همین وضعیت برام آدم که ارزو زیرش دم با خوبم. همین خیلی من شکر نمیکنم. تمام 1 میلیون سومون. شما چرا اینقدر قرضدار شدید؟ میتونید لااقل سببش رو بگویید؟ نمیتوانید. نه خطا کردم، اشتباه کردم، با همشه در این 2 سال برقرار کردم. مرحله دشوار بود. به حد. در این مرحله بسیاری آدم ها دوست رو از دشمن خوبتر میشناسند. چنین شاید که امتحانی خداوند برای ما بود که ما و شناخت کی دوست است کی دشمن. بله چی بنی هم خیلی شناخت. برای من جالب است نعیمجان. از کی قرضدار شده؟ ای همه ای بسیاری بودم. عجب دلی زیبایی دارید. درباره همه سیر و اسرار دل خودتون آشکار حرف میزنید. خیلی وقتی که آدم 1 میلیون سوم قرض داشتید در شرایط خمون، یک آدم هیچ وقت نمیتونه آدم برات 100,000 سوم 50,000 سوم بده. هم 10,000 20,000 50,000 1000 سوم هم قرضدار آبشی همش بگیم که 1 میلیون سوم بود. یگان تجارت بود؟ تجارت نشید خوب میشه که روز میگم. یا با یگان کس شما دادید این مبلغ رو باور کردید؟ هم دادیم هم گرفتیم. بگذار همین خطای ما که بود در حیاتم یک هم خطا کردم، همین فکر میکنم که دیگه خطا نمیکنم. بچه خاطر که با مرا دیم بارا خداوند دادک که ما همه این وضعیت ها برامو با صاحب همه چیشم. اکنون میخوام سری یک نوار حرف بزنیم که در اینترنت پهن شد. در آن نوار یا شوخی بود یا جدی بود من نمیدونم. شما
پسر بچه رو که با پسری گرفته اید تحویل میکنید و میگوید که اون طرف بیرو اون طرف بیرو. من در این باره میخوام حرف بزنم که این چی نوار بود. یعنی اولا بیایید درباره اون پسر بچه حرف بزنیم. چی کس است، از کجا است و شما چگونه او رو پیدا کردید؟ فرزند مای شاگرد مای مثل فرزند دوستش میدارم در خونه مونه. ما اکه ارزو حق دارم که فرزند من نصیحت کنم. بله. یا وقتی که یکم کاری خطا میکنه جنگ کنم حق دارم. البته حق دارم. میگذاریم با وای نوار. بیایید با اون نوار نمیگذاریم. اول من میخوام درباره شیردیل حرف بزنیم که از کجا شما شیردیل رو پیدا کردید؟ برنامه داشتم، برنامه اینترنتی. میشناسی یا نه؟ در نهایه رودکی لینسکی رایون خیردین بازار از سیومکا میکردم. ای پیشم قطعه بچه میبرویا گیتارا شناس نبودید؟ نه نمیشناسم شهر. گیتار میخوان، گیتار آخته میتونی. میگم میره میگه که شیردین میگه که نه امرش میگم من مینازم میخونه. میگم خیردین بازار میشناسین؟ میگن نه. گفتم شما ای مکتب موسیقی بر اومدین و ایجاد دایرکتور شما چه خیلی نمیشناسین؟ باگو اکا شیردین که اکا جور ما کلابم گفت. ای کلابم گفت. باگم که یا بای بخون. بعد یک سرود خونده. ای شادروان احمد ظاهر خونده. گفتم که باز در این برنامه شما را جا میکنم همین سرود تا بخون. وقتی که سرود خون برنامه را ما در یوتیوب پیشکش تماشابینان کردیم که بسیاری کامنتر کردن. یک چند کس کامنتر که نعیم جان نمیشه که هم کودک بگیری دستگیری کنیم. یک ماه گفتم شه نویا رودکی میرم میگه که اینجا نبود. بعد کار کردم یک خش توار شده که همو در همونجا آمدگی به شیردیل همو را یافتم. ای زنگ زد ایرا ای کلوب روی کردن. ای کلوب روی کردن یک برنامه سیومکا کردم تالان در کوچه. مخصوص برنامه موندم برای شیردیل. تالان در کوچه. تالان در کوچه دم با گیتار 4 سوره در پیشی میرم میرا کسا میخوام برنده موندم دم قد کوچه اشتگی میگم کودک سرود میخونه شما باهوگذاری کنین. وقتی خونده که خیلی خوب قبولش کردن. بعدا هم بعد برنامه بود که میایم خیلی نمیتونه گفتم ماده. با گفت ایمو استفاده نمیبرم اکا یک ایمو میکشم. با گفت اکا جان ایمو تو نگیرون کنین. گفت اوچم گپتون داره. گفت بعد در مسکو بود اوچش در مسکو بود. در ایمو نویست که همین فرزند ایمد مثلا در خونه مومشه همین خیلی تالنت داره همین خیلی هنر داره. اگر شما مای غریبه مثلا دوی مرا گرفتنی باشین التماس ما هم خدمت کنیم بچه مرا بیارین در برتون نگاش کنین تربیتش کنین که باید جایی را برسه. بعدا آوردیم خیلی وقت ماهی اوگوست بود. بعد سنتیابر باشید با درس در موندم شم. پدرش مخابیل نبود؟ درستی گپ من یک بارم پدرشون قدی گپ زدگی بدم فقط گفت که یادش کردم رویش کردم واسه رفت. ما فقط مادرش خطی هم صحبت شدیم. بعدا اینا پدرش از مادرش جدا است؟ در این باره نمیدونم اکه ارزو. ما مثلا فقط نه شما شیردیل رو از کجا گرفتید؟ شیردیل ماماش آورد بعدا. وقتی که 2 تا برنامه سیومکا کردیم شیردیل رفت کلوب رفت با. بعد وقتی که اوچش مرا در ایمو درخواست کرده گفت که ماماش میگیرم میارم. گفتم که بستین اید بود. اید بود با فکرم که اید قربان بود. گفتم اید بگذره بعد اید بیارین شبا ماماش آورد بعد است دادک ما با رضایت مادرش. ماماش گرفت آوردک ما با گرفتم شخبا ماماش از رفت او داریم با که هم با خونهشون میرم. چطور یعنی شما با فرزندی خوندید از روی سند از روی حجت ترتیب دادید با فرزندی خوندید یا اینکه همین خیلی با شما کودک رو دادن؟ با فرزندی خوندگیم شه همین خیلم اکه حجت بچه خاطر حجت کردگیم که نتریالی دامین استودگی که مثلا همین شیردیل در اختیاری نعیم جان همین نگاه بینش میکنه یعنی سرپرست همش همین خیلی بله اینم خیلی کردگیان مادرشون بچه خاطر که خیلی قانونه که ارزو با خاطره که در خونه ما خونه ما مکتب میره و مکتب دم اجازه ندادم گفتن که تو همین خیلی نباشه ممکن نیست با هم خاطر هر چی که قانون میخواست هم رو ما درست آنه که مقصدی اساسی ما همینه که همین آینده شیردیل جان یک شخص شوه که مادرش نگاه کنه. بسیار مادرش انسانی خوبه. فکر میکنم که ما هم خیلی اول خداوند خودش ما مهنت میکنم زحمت میکشیم
ҳар як чизе ки Шердил ба ҳамин қулло мераса дуои модар шай. Модараш бисёр инсони хуб аст. Агар модараш инсони хуб намешид, мумкин ки Шердил дар бари ман намешид. حالا با شما زندگی میکند؟ Шердил бале. همسر شما رو اوچا میگوید؟ من پدر میگم، همسر من اوچا میگه. همسر من بسیار دوستش داشتن همه. خیلی بچه مهربانه. چند مدت است که با شما زندگانی میکند؟ 8 ماه. 8 ماه. قریب 1 سال. قریب 1 سال شد خدمت. با کودکای شما عادت کرده است؟ همین کودک چه دیگه نیست خانم تا کودک. فرزنددار نشدید هنوز شما؟ چند سال شده اولاداری شما رو؟ 4.5 سال. 4.5 سال. هنوز فرزنددار نشدید؟ نه. شاید با پای قدمی Şerdil فرزنددار میشه. ان شاء الله خواهدش. آرزو میکنیم که با پای قدمی Şerdil یک فرزندی پیدا شود در شما. اکنون برمیگردیم با آن نوار. یک نوار رو در اینترنت پهن کردند که در آن نوار شما Şerdil رو با ظلم و ستیزه نوار خمام رو سیگه خیلی چیزا رو اهمیت نمیدم برای با خاطر که برای ما بسیار ویدیو میکنن. این نوار از کجا پیدا شد؟ این ما در می شبکه یوتیوب پرنامه افیر میکنیم که شب کم ساعت 12 سرودخوانی میکنیم. با همین نوار Şerdil خیلی شوار ما را نشان داد. اوار نشان داد گفت که بام خیلی میگه گفت پدر جان اینم جا عیبی ما گفت نکینا گفت ترا گناهگار کیسان گفت همین نوار دایدم نیست. با Şerdil خیلی گفت که بیا این نوار را میکویم. با وقت تماشا میکنم Şerdil خواب داره که اون وقتی که نوار در پرنامه افیرم خواب داره بار میگم که Şerdil برا میگم ایس میستم خیلی نگاه کرده برا میگه نمیرم با میگم شب برای خلاصی که به یک 7-8 بار میگم برا با گاب زد استمام خیلی گاب زدم میگم خواب داره با همون خواب بگیم تن نداده است نمیرم میگم ایستاده بعدم خیلی تلاش میکنم میگم برا خواب که برا میگم اینجا من یورا جواب بدم اولش نگرفتن که مثلا امروز نوار اولش میگرفتن که مثلا کی چی است اما نمیدونم چند سکوندش گرفتن واه ببینین نایم جان نسبت Şerdil چیکار میکنه ایتاری میکنه یعنی همون کانتکستی در کاری رو گرفتند و در اصل چی گپ است اون طرفش نگرفت. ولی کجا من میگم پس Şerdil چی کرده چه هفته که من ویدیو میکنم من یک خاراکتر دارم که ارزو که مرا چی میگن میگم من با خدا میسپارم ما ویدیو ابرچینی ابرادم بخیزم او آدم در ویدیو کنم هر یک کسی که در یوتیوب امی کار میکنه و ام بسیاریاشون همش برای مقصد چیه ویدیو پراسموتر جمع کنم پادپیسی جمع کنم مقصد چون خیلی همی باشم کی چی فکر میکنه Şerdil خودش میدونه خدای ما میدونه اونو دم کار ندارم چی کاری میکنن کدام میگیرن فقط نه که درست مونن نگیرن نه سکوند 8 سکوند 10 سکوند نمونن یعنی از بین سخنهای شما کانتکستی در کاری رو نگیرند و همش رو پر بمونند. من همونجا دیدم خمام که خار میکنه وقتی که چند بار میگه که برا خود داری خواب نمیره با خودش گفته است نیوچش که ما ویدیو میکنیم که شما چی با ما را خیلی کردیم اصلا این رایج است در دنیا برخی از تنظیمگران ویدیو می توانند که از بین صحبت کانتکستی در کاری خود را بگیرند و انسان را به آبرو سازند در بین مردم. یعنی چخیل مثلا من یک مثال یادی میارم بر شما. صفا با من گفت که وفا آدمی پست است و این تنظیمگران وفا با من گفت که را میبرند و فقط اینجایش را میمانند. صفا آدمی پست است یا اینکه وفا آدمی پست است با من گفت که را میبرند. فکر میکنم که شما ما رو فهمیدید. با من گفت که را میبرند و فقط این طرفی جمله را میمانند وفا آدمی پست است و چون این حرف از زبان من صدا میده تمام مردم فکر میکنند که این را آرزو گفته است ولی قبل از این من چی گفتم آن را نمیمانند. یعنی این است از داخل کانتکست چیزی لازمی رو گرفتن و آدم رو به آبرو کردن. باید شما این رو درک کنید و بدونید و من فقط در یک چیز اقرارم یک چیز رو میدونم. من خانواده نعیم جان رو میدونم با پدرش همکار بودیم یعنی در رشته فرهنگ با هم کار میکردیم. بسیار انسانی با نمک است پدر نعیم جان. درودی من رو به پدر برسونید. حتما و چند سال که پای هم
کنسرت دایر میکردید امسال نیز کنسرت گذاشت 10 سالگی بود علاقه با اشتراک شیردیل بود شیردیل 9 سال روی هم خودم تا کنسرت موندم امسال همراه شیردیل موندم 10 سالگی اما یک کس نبود در کنسرت امسال بله فهمیدید که رو میگم کی پای منیره نبودن نه که خرساندم که پیش ای سال رویم پای منیره بود بله سال 2020 همه ما مجریان برنده ها در کنسرت های نعیم جان سرجمع شدیم از اون جمله شادروان منیره حکیمова امسال کنسرت نعیم جان به منیره گذشت ولی یادی منیره ببینید که در قلب نعیم جان زنده است در قلب من زنده است و در قلب همه اهل دل زنده است من چی میگویم نعیم جان چی نقشه دارید در مسئله شیردیل؟ میدونین چی پیش نقشه می وقتی که یک شاگرد تربیه میکده و یا مردم میشناسن به حد خرسندی آور بوده برای وقتی که شیردیل گرفتم بدن گرده اطراف ولی اونقدر و چه بگم گفتن که تو نمیتونی مثلا که امیره درس بتی و مردم دا معرفی کنی همش در اول خداوند اینه که یک سبب میشوه نقشه زیاد دارم چیکار میکنم بعد ختم مکتب کجا باید برود میگم کنسرواتوری داخلش کنم بهترین بعد ختم مکتب کنسرواتوری داخلش کنم بعد اگه مقصد اساسی ممیه که باید جوی را برسه مادرش نگاه کنه مادرش هم آوردم دوشنبه در دوشنبه نمیخواد زندگی کنه مقصدش قرغان تپه در زندگی کردنه مادرش من خیلی نقشه دارم که یک در قرغان تپه خیلی برای مادرش یک خونه بگیرم آینده که خیلی مکتب بود میکنه یا که فورش هم کدام وقتی من بگه که استاد من میرم همی حوزی هم بگه من دعاش میتونم برای پگه هم بگه همی که هم مادرش نگاه کنه مقصد همی چیزه دیگه یکم مقصد من ندارم نه که برای که اولیم در قلوی در کاری برسم من کار میکنم قطعش یک سوال دیگر پیدا شد در ذهنم از برنامه پیشینه در برنامه پیشینه از نام یک رفیق جانیتون یک معلوماتی رو درباره بحث شما با حنیفه گفته گذاشتیم و نام اون رفیقتون رو گرفتیم بعداً بین شما نه بحث برنخیست نه بحث هیچی نشید اون موضوع در اون موضوع بسیار موضوع خوب بود نه که باور که روز قریب یک سال که جایی که برفتم یفتن هم بحثم چی گفتی؟ یعنی هنوز هم دوستت با اون بچه؟ نه اونو با رای کوریخ چنم با رای کوریخ ما نه من در نظر دارم نفری رو که با شما آمده بود او همین جای وزیرم یعنی دوستید و شما یکم بحث نشد چون نامش رو من گرفتم در برنامه نه همین جای نه پشتی کامیرا دیو هم فقط ختیمه و همون سال دیگه این در برنامه دیگه بگیم خیلی هم وقت یک بار خطا کرده که دیگه خطا نکرده دیگه خیلی بچه کلان شد خیلی وقت کودک بود شیردیل هم بسیار سرود و آهنگو شد اکنون یک درخواست دارم در آخر نعیم جان میخوام که برنامه نوبتی رو با اشتراک شیردیل تهیه کنیم شما با حیث مربی با حیث پدر با حیث سرپرست میتوانید شیردیل رو با برنامه نوبتی نگفته ها بیارید زیرا فکر میکنم که خیلی از مخلصان شما و مخلصان شیردیل در زیر این نوار می نویسند که شیردیل رو بیارید میتوانید شیردیل رو دعوت بیارید و صحبت کنند با ما برای مخلصان باشد. خب برنامه نوبتی رو تهیه میکنیم با اشتراک شیردیل و از نعیم جان درخواست میکنیم که شیردیل رو فرزندشون رو بیارند صحبت میکنیم ترانه میخونیم و شما درباره این ستارچه نوطلوع معلومات پیدا میکنید سپاس رحمت که اومدید سلامت باشین اکر